سلام، به موج احساس خوش اومدید. تا حالا شده به این فکر کنید که دوستتون یه رفیق واقعیه یا نه؟ شاید از خودتون بپرسید منظورم از واقعی چیه؟ منظورم دوستیه که خیرتون رو بخواد و دلی بخواد حال شما خوب باشه. یه رفیق که باهاتون صاف و ساده باشه، نه اینکه یواشکی زیرا بهتون بزنه. حالا اگه یه مدت با یکی رفیقید و حس خوبی ندارید یا انگار یه چیزی توی رابطتون درست نیست، شاید وقتش یه لحظه وایسید و فکر کنید این شخص واقعا رفیق هست یا نه. خب بریم سراغ 6 تا نشونه که میگه این دوست رفیق واقعی نیست. اولیش اینه که اصلاً بهتون توجه نمیکنن یا حال و احوال زندگیتون رو نمیپرسن. دوستتون واقعا چقدر به زندگیتون اهمیت میده؟ میپرسه روزت چطور بود؟ اگه میپرسه واقعا گوش میده یا انگار فقط منتظر نوبت خودش بشه که حرف بزنه؟ یه رفیق واقعی همون جور که گفتم رو راسته. اگه حالتو بپرسه ممکنه اولش از روی ادب باشه، ولی اگه چیزی بخوای بگی حتما گوش میده و هواتو داره. براش مهمی و دلش میخواد بیشتر ازت بدونه. امیدوارم تو هم به همون اندازه هواشو داشته باشی. دومیش اینه که نمیتونی روشون حساب کنی و وقتی خیلی بهشون نیاز داری غیبشون میزنه. رفیقا باید کنار هم باشن، مخصوصا وقتی اوضاع برات سخت شده. اگه دوستت فقط از خودش و مشکلاتش حرف میزنه و اصلا به گرفتاری تو فکر نمیکنه، احتمالاً یه رفیق واقعی نیست. شاید تو با دقت به همه قصه‌هاش و موقعیت سختش گوش میدی. مثلا میگه امروز مجبور شدم زباله‌ها رو ببرم بیرون. یه عالمه ظرف کثیف تلمبار شده بود و بوشون دیوونه کننده بود. پارتنرم هیچ وقت بهم زنگ نزد. موش بدبختم مرد. این آخری دیگه واقعا بد بود. پس تو هم کنارشون باش، ولی اگه یه روز نوبت تو شد که از قصه‌هات بگی و اونا فقط وسط حرفت بپرن و بگن اوه باید برم، یا اصلا زحمت نکشن حالتو بپرسن، دیگه خودتو باهاشون اذیت نکن، مگر اینکه رفتارشون خیلی کم پیش بیاد و خودشون یه مشکل گنده داشته باشن. احتمالاً دارن همه انرژی منفیشون رو روی تو خالی میکنن و حال خوب تو رو میگیرن بدون اینکه یه ذره حال تو رو خوب کنن. اگه هنوز دلت میخواد باهاشون رفیق بمونی و ناراحتی، نگرانیاتو باهاشون در میون بذار. بگو که اونقدری که روشون حساب کرده بودی کنارت نبودن. اگه بازم گوش ندادن، خب انگار توی رابطه سمی گیر کردی. سومیش اینه که خیلی ازت ایراد میگیرن. بعضی دوستای قلابی حسابی سخت گیرن و از رفیقاشون کلی عیب میگیرن. یادتون باشه رفیقت نباید بزرگترین منتقدت باشه، باید بزرگترین طرفدار تو باشه. بعضی دوستا ممکنه نقد سازنده بدن چون خیرتو میخوان و دلشون میخواد تو بهترین باشی. اونا صادقن، ولی اگه رفیق خوبی باشن معمولاً با یه روش مهربون و دوستانه این کارو میکنن. اگه دوست صمیمی باشه احتمالاً فقط سرزنشت میکنه به جای اینکه یه نقد به درد بخور بکنه. ولی اگه رفیق باحالی باشه شاید فقط یکم با مهربونی صادق باشه و نصیحتت کنه. چهارمیش اینه که اگه بگن ببخشید، عذرخواهیشون انگار واقعی نیست. دوستت وقتی اشتباه میکنه ازت عذرخواهی میکنه؟ خب وقتی عذرخواهی میکنه واقعی به نظر میرسه؟ نه. اگه دوستت از اوناست که نگرانیاتو با یه نگاه بی‌تفاوت نادیده میگیره، خب احتمالاً رفیق واقعی نیست. اگه وقتی اشتباه میکنه عذرخواهی میکنه ولی یه چیزی تو مایه‌های این میگه ببخشید اگه اینجوری حس میکنی، اون وقت داره از زیر مسئولیت کارش در میره و قبول نمیکنه که گند زده. دوستای خوب اشتباهاتشون رو قبول میکنن و بعدش میرن دنبال این که رفتارهای بدشون رو درست کنن که نکنه رفاقتشون رو خراب کنه. پنجمیش اینه که اونا حساب میکنن چند بار تو بهشون بدی کردی. دوستت کینه نگه میداره؟ تو چی ازشون کینه داری؟ دوستای صمیمی معمولاً یه طرف یا هر دو طرف حساب اشتباهات اون یکی رو نگه میدارن. وقتی یه کاری میکنی که دوباره ناراحتشون میکنه، یا مثلا وقتی وسط یه بحثید اونا همین ناامیدی‌ها و کارهای بدتو میکشن وسط که یه وقتی فلان چیزو گفتی یا فلان کارو کردی. ولی یه دوست صمیمی معمولاً فقط وقتی گیرشون میاری حساب کتابای صمیمیشون رو میکنن با اشتباهاتشون. اونا همه وقتایی که تو یه کار مشابه کردی رو میارن وسط که مجبور نشن عذرخواهی کنن یا مسئولیت قبول کنن برای گندی که خودشون زدن. یه رفیق خوب باهات صادقه و به نگرانیات گوش میده. خب همه ممکنه وقتایی بحث کنن، ولی یه دوستی سالم پر از گفتگوی سازنده است، نه دعوای سمی و حالگیر. پس اگه دوستت داره یکم بهت آسیب میزنه، چطور میخوای این موضوع رو باهاش در میون بذاری؟ بهتره با یه گفتگوی سالم و صمیمی شروع کنی که اوضاع گر نگیره. اگه بازم کوتاه نیومدن، دیگه باید تصمیم بگیری که اینا واقعا رفیق خوبی هستن یا نه. و آخریش، ششمی، اونا با ناامیدیات بازی میکنن و کاری میکنن حس بدی داشته باشی. وقتی با دوستتی حس ناراحتی میکنی یا انگار اعتماد به نفست میاد پایین. قرار نیست همیشه کنار رفیقات رو ابرا باشی. این کاملا عادیه. بعضی وقتا ممکنه یکم مضطرب یا غمگین باشی. اینم از اون چیزای معمولیه. ولی اگه دوستت کاری کنه که حس بدی به خودت داشته باشی، این میتونه یه نشونه دیگه باشه که توی رابطه سمی گیر کردی.
نباید همیشه کنار دوستت حس کنی رو لبه تیغی و از نقد بعدی با حرفه تندش بترسی. شاید یه حرفه کنایه آمیز بزنه یا همیشه خودشو بالاتر از تو بدونه. یه رفیق صمیمی ممکنه با نقطه ضعفات بازی کنه تا خودش حس بهتری داشته باشه. توی دوستی باید نیاز هر دو طرف برآورده بشه بدون اینکه حال اون یکی خراب شه یا قصه بخوره. حواست به حس و حالت بعد از هر بار گشتن باهاشون باشه. دفعه بعد که باهاشون میری بیرون شاید چند لحظه بهت خوش گذشته باشه ولی وقتی میای خونه حس ناامیدی، تحقیر یا ناامنی میکنی. این به خاطر چیزیه که اونا مدام میگن اگه اینطوریه احتمالاً یه دوست سمی داری. خب حالا توی رفیقات این نشونه‌ها رو می‌بینی؟ بهتر یا این نگرانی‌ها رو صاف و پوست کنده باهاشون بگی یا فکر کنی که وقتشه بذاریشون کنار به عنوان رفیق؟ این نشونه‌ها رو توی خودت می‌بینی؟ اگه آره بدون که میتونی تغییر کنی. برو دنبال این که رفتاری بدتو درست کنی. هر چیزی که توی خودت می‌بینی شاید فقط یه قدم کوچولو اولش نیاز باشه. بعد وقتی حالیت شد و از ته دلت معذرت خواستی، برای گندی که زدی رفاقتتون شانس خوبی داره که دوباره روی غلطک بیفته. دیر یا زود شاید به دوست واقعی برگردی. امیدوارم این ویدیو به دلتون نشسته باشه. اگه اینطوره یادتون نره یه لایک حسابی بندازید و برید برای رفیقای واقعیتون بفرستید. موج احساس رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید برای کلی ویدیوی باحال دیگه.